است این شیطان؟ آیا این حقیقت دارد یا که همچون خیال است در تصور شما، یا که آن یگان مسئله فلسفی است؟ طبق قرآن او حقیقت دارد، ماده وحی الله او حقیقت دارد، شما فقط او را دیده نمیتوانید. او پیش از ما زندگی میکرد و هنوز هم زنده است. واقعا یک موضوع عجیب است، مگر نه؟ در حقیقت عجیب است. کلمه شیطان از ریشه شیطان گرفته شده معنای پلید و حقیر را دارد. کلمه شیطان به نفر اطلاق می شود که سرکش و نافرمان است، به نظر داشت که انسان است یا جن. این چنین آن به معنای روح زشت و پلید نیز می آید، یعنی نفری که از حقیقت و از الله سبحانه و تعالی دور است. پس شیطان دو نوع است، جن و انسان، چگونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: و همچنین برای هر پیغمبر دشمنانی از شیطان‌های اینس و جن پیدا کردیم. اکنون مسئله جن چی و چرا ما باید به آن باور کنیم؟ خوب، آنها به چیزی مربوط هستند که غیب نامیده می شود. غیب یعنی چیزهایی که تو دیده نمیتوانی، دیده نشونده است. من و تو موافق هستیم که الله سبحانه و تعالی را دیده نمیتوانیم، چون که او در غیب است. ما موافق هستیم که ملائکه ها هست، اما ما آنها را دیده نمیتوانیم. آنها در غیب هستند که از نور ساخته شده اند. اکنون جن، ما آنها را دیده نمیتوانیم، آنها نیز در غیب هستند. آنها از آتش خلق شدند که دود ندارد و آتش چون دود نداشته باشد پس آن حرارت است. پس تو قادر به دیدن حرارت نیستی. واقعا تو حرارت را دیده نمیتوانی، مگر نه؟ هر دو نوع شیاطین از پی وادار کردن مردم به عملهای زشت هستند. جن یک نوعی از آن هست که در دلهای شما وسوسه می‌افکند که نه آنها را می‌بینید و نه وسوسه‌شان را می‌شنوید. و یک نوع دیگری آن انسان است که در دلهای شما وسوسه می‌افکند، در حالی که شما هم او را می‌بینید و هم می‌شنوید، اما وسوسه‌اش را درک نمی‌کنید. و او می‌تواند هر کس باشد، حتی دوست شما که شما را به نوشیدن شراب یا دیگر عملهای زشت دعوت می‌کند. چون سؤال ربط به ابلیس دارد، باید قید کرد که شیطان اسمی عام است و ابلیس باشد اسمی خاص است. ابلیس نیز جن حسابیده می شود و او اولین مخلوقی است که از فرمان الله متعال سرپیچی کرده است. ما جن را نمی‌بینیم، اما ما اینجا گفتیم که آنها حق انتخاب دارند. آنها حتی پیشتر از آدم علیه السلام حق انتخاب داشتند، یا پیشتر از انسانیت، و انتخاب آنها بعضا خوب بود و بعضا بد بود. از میان آنها ما یک نفرش را لوسیفر یا ابلیس می‌خوانیم. و کی است او؟ لوسیفر یا که ابلیس کی است؟ میتوان او را شیطان نامید، چگونه که در زبان عربی نامیده شده است. اما در حقیقت او در ابتدا الله سبحانه و تعالی را عبادت میکرد. او الله تعالی را عبادت میکرد و نماز میگذاشت و او را به بزرگی یاد میکرد تا درجه‌ای که سبحانه و تعالی مقام او را بلند کرد، حتی با ملائکه ها برابر گردید. اما در خاطر داشته باشید که این ابلیس از جمله ملائکه حساب نمیخورد، اما او با ملائکه ها عبادت میکرد. به خاطر همان عبادتی بسیار زیبایش و الله متعال مرتبه او را بلند نمود. اما بعد چی رخ داد؟ این بسیار قصه مهم است. ما موضوع اساسی خود را یک طرف میگذاریم و داخل میشیم به مفهومی که ما از آن یک خطاگی بزرگ خود را درک میکنیم. و خطاگی این است که بعضی ها میگویند که ابلیس از جمله فرشتگان است. باید دانست که فرشته ها خطا نمیکنند، هر آن چیزی که به آنها امر کرده شود همان را اجرا میکنند. خوب، وقتی او تعالی بهترین مخلوق خود را خلق کرد، چی را خلق کرد؟ او آدم علیه السلام انسان را خلق کرد. او آدم را از چی ساخت؟ او سبحانه و تعالی آدم را از گل، از لای ساخت. میخوام به شما بگویم که چی رخ داد پس از آنکه که او تعالی آدم را خلق کرد. الله تعالی همه فرشته ها را دستور داد که سجده کنند، همه سجده کردند. آنها به آن خاطر سجده نمودند که به آنها دستور داده شد. همه آنها سجده نمودند و جز ابلیس سجده نکرد. اکنون اگر شما متن را بخوانید شما درک میکنید که ابلیس ملائکه نیست. اما اگر شما فقط این کلمه ها را خواندید، همه آنها سجده نمودند و جز ابلیس، شما خواهید گفت که این معنای آن را دارد که ابلیس ملائکه است. اما در دیگر جای قرآن الله تعالی میفرماید او از جمله ملائکه ها نبود، او از جمله جنیان است و او از آتش بدود خلق شده است. او چنین ابراز داشت: تو آدم را از لای خلق کردی، اما من از چیزی بهتر، از آتش بدود خلق شده ام. برای همین من سجده را انکار میکنم. چرا؟ چون که من از آن بهتر هستم. من بهتر از آدم هستم. من سجده کردن را به او قبول نمیکنم. وی با همین از فرمان الله سرپیچی کرد و کسی که از فرمان الله سرپیچی میکند او در مشکلی است، خصوصا اگر به خاطر کبر و غرور خود چنین کرده باشد که من از اطاعت سرپیچی میکنم چون من خوبتر میدانم.
او با همین عمل خود را در نزد الله سبحانه و تعالی در بدترین وضعیت قرار داد و الله تعالی او را در جهنم به طور همیشگی محکوم کرد و او گفت به من اهمیت ندارد، فقط مرا بگذار که همین آدم و فرزندانش را با خود به جهنم ببرم. چرا؟ برای چی او چنین گفت؟ چونکه چنین رفتار را کبر و غرور مینامند و کبر کلمه عربی است. پس کبر چیست؟ کبر از فعل کبر گرفته شده است و کبر ریشه کلمه اکبر است و فقط الله اکبر است. بزرگتر الله است. الله است بزرگتر. الله از همه چیز بزرگتر است. اما انسان ها در مقابل الله یگان حقوق ندارند. نه تنها انسان ها، هر آن چیزی که مخلوق است، جن ها، ملائکه ها یگان حقوق ندارند که در این شکل در مقابل الله حاضر شوند و بگویند من کی هستم؟ تو میدانی که من کی هستم؟ من فلانی هستم. الله چون به تو دستور داد تو باید اجرا کنی. و حالا نقطه مهم این است که بسیاری ها فکر میکنند که گناه کردن ما سبب شیطان است. از همین خاطر آنها سوال میکنند که چرا خداوند شیطان را خلق کرد و یا چرا الله شیطان را دور نکرد تا ما مرتکب گناه نشویم. این یک سوء تفاهم است. شیطان بغیر از وسوسه هیچ کار کردن نمیتواند. برای این را روشن‌تر کردن بیا سوال میگذاریم. پیش از آن که ابلیس شیطان گردد آیا یگان شیطان دیگر وجود داشت؟ پس کی به ابلیس گفت که از فرمان الله اطاعت نکند؟ جواب این است پیش از او یگان شیطان نبود و او این کار را به خاطر نفس خود کرد. فرض کردیم که شیطان عموما وجود نداشت، بغیر از آن ما باز نفس داشتیم که به خاطر آن گناه میکردیم. چون که این دنیا برای انسان‌ها و جن‌ها یک امتحان است. قضیه ابلیس نیز همین است. او نیز در این امتحان شامل است، چون که او جن است و او نیز نفس دارد. الله سبحانه و تعالی او را هم شیطان خلق نکرد. او خود شیطان بودن را انتخاب کرد. نه تنها ابلیس، دیگر شیطان‌ها نیز شیطان بودن را انتخاب میکنند پس از آنکه که به الله نافرمانی میکنند. اکنون بعد چی رخ داد؟ وقتی که الله تعالی با آدم گفت که او میتواند در جنت چه خیلی که خواهد دلخوشی کند، اما آنجا یک درخت بود که از آن نخورد. البته بعد میدونید چی رخ داد؟ شیطان به نزد آدم و حوا آمده آنها را وادار کرد که از آن درخت بخورند و آنها از این خاطر به زمین فرود آمدند. اما الله تعالی از آغاز میدانست که آنها از آن درخت میخورند، به همین خاطر درخت را در آنجا مانده بود. همه آن سبب‌هایی که من به شما این قصه را میگویم آگاه کردن شما از زیبایی اسلام است، تا شما یک چیز را درک کنید که این حیات و جز امتحان دیگر چیزی نیست. معلوم است که ابلیس نخستین نفری بود که شیطان گردید، به همین خاطر او پیشوای آنها است و تمام شیطان ها تجهیزات این امتحانند، اگرچه آنها خود نیز به این امتحان شاملند.